یه معلم ساده توی مکزیک کاری کرد که هیچ کس انتظارشو نداشت. اونم فقط با پرسیدن یک سوال ساده. خوش اومدید به راهیار. من هاجرم و اینجا جاییه که ما قرار فیلم ها رو از زاویه روانشناسی تحلیل کنیم تا سواد روانشناسیمون رو بالا ببریم. اگر آماده این با من همراه باشین، میخواین یک فیلم جذاب رو با هم دیگه تحلیل بکنیم. یکی از فیلمایی که اخیراً دیدم و داغ دلم رو تازه کرد همین فیلم رادیکال ساخته کریستوفر زالا هست که اومده و یک دهنکجی به سیستم آموزشی میکنه. نه فقط سیستم آموزشی و آموزش پرورش، بلکه پدر و مادرها حتی خود ما که چقدر داریم خودمون رو توی یک باکسی گذاشتیم و اون مدلی انگار داریم فقط به دنیا نگاه میکنیم. بچه‌ها اگر یادتون باشه، حالا من خودم یادم میاد از سیستم آموزشی خودم، اون مدرسه ها که یونیفرم های خاصی رو باید میپوشیدیم، فقط رنگ انگار سیاه و سرمه‌ای و قهوه‌ای و خاکستری انگار فقط رنگ بود و هیچ رنگ دیگه ای نمیتونستیم بپوشیم و خیلی پر از باید نباید بود، پر از قوانین خاص بود. اگر یه بچه اشتباه میکرد تنبیه‌های خیلی سختی میشد. خیلی سخت منظورم اینه که من یادم میاد مثلا بچه رو گوشه کلاس میبردن وای میستوندن یه سطل آشغال روی سرش و خیلی من هر وقت یادم میاد خیلی ناراحت میشم. بعد گاهی وقتا بچهای دیگه کلاس برای تحقیرش میرفتن مدادشون رو میتراشیدن توی اون سطل آشغال. حالا مداد نوکش چیز بود، ولی واقعا چه بلایی سر اون بچه اومده. الان دارم فکر میکنم چه بلایی سر اون بچه اومده که اون مدلی تحقیر شد و چی به خودش گفت. بچه‌ها من میخوام این فیلم رو با توجه به رویکرد تی ای براتون یه قسمتایشو باز بکنم، نه اینکه تحلیل کامل بکنم. بریم ببینیم سر کودک درونمون توی این مدل مدارس چی اومد و زمانی که ما میریم توی دوره کودک درون که خودمون رو برگردونیم دوباره با خودمون آشتی بکنیم، یه سری توی خاطرات مدرسه‌مون به خصوص دوران ابتدایی بزنیم ببینیم معلمی اگر داشتیم که این مدلی ما رو اذیت کرد، تحقیر کرد، یا اصلا نه معلم خوبی بود ولی خیلی توی باکس ما رو اومد و پرورش داد که من مطمئن بشم مثلا من فقط باید ریاضی بخونم، یا من فقط باید تجربی بخونم، یا من خنگم، یا من دیکتم مثلا ضعیفه، یا من فلان، یا هر چی. و بعد از اون من دیگه باور کردم که من اینم، همین لیبلی که معلم روی پیشونی من زده ولا غیر، و اصلا برنگشتم ببینم شاید من یه چیز دیگه هستم. اونا رو میخوایم بررسی بکنیم. پس لطفا تا آخر این ویدیو همراه باشید. چی؟ چرا اجسام شناور میشن؟ کسی میدونه؟ فقط یه حدس کافیه. کسی میدونه؟ اگه غلط هم باشه عیبی نداره. چیزی که مهمه اینه که تلاش کنین. اصلا چه بهتر که اشتباه بگین، چون وقتی ما اشتباه میکنیم ازش درس میگیریم. اونجوری میتونیم چیزی رو که درسته رو بهتر یاد بگیریم و هیچ وقت هم یادمون نمیره. بچه‌ها اگر دوره تی ای رو گذرونده باشید یا با تی ای، مفاهیم تی ای آشنا باشید، میدونید که ما یک مفهومی داریم درون خودمون به اسم والد سرزنشگر و والد کنترلگر. والد سرزنشگر و کنترلگر وظیفه‌شون اینه که تو سر ما بزنن و ما رو به صراط مستقیم همش هدایت کنن. کدوم صراط مستقیم؟ صراط مستقیمی که مامان بابامون قبلا نهادینه کردن درون ما. اینجا این قسمت فیلم که به نظر من نقطه عطفشه و کل نتیجه گیریشه و خیلی مهمه توی این فیلم، اینه که معلم داره یاد میده به بچه‌ها که بی‌پروا اشتباه بکنن و برن سمت علایقشون و این اوکیه، اشکال نداره، میتونی اشتباه بکنی و با اشتباهات هستی که یاد میگیری. برعکس نظام آموزشی ما، چه والدینی چه معلم ها، که میگن تو نباید اشتباه بکنی، تو باید همیشه قبول بشی. مثلا 19 و نیم شده میگن اون نیم نمره رو چرا تو اصلا کم آوردی، از تو بعیده، و یه سری چیزایی که اصلا هدف ما رو از آموختن دور میکنه. در حالی که مقاله ها و پژوهش های خیلی زیادی انجام شده. من چند وقت پیش داشتم سرچ میکردم مثلا بین مقاله های علمی و میدیدم که داره به اثبات میرسه یا رسیده که مسیر موفقیت نیست اصلا. مسیر موفقیت شکسته، چون تو با شکستاته که درس میگیری توی ذهنت کاملا نهادی نمیشه و دیگه اون مسیر رو نمیری. مطمئن میشی که اون مسیر رو نباید رفت و یه قدم جلوتر میری. حالا این معلم داره همین رو به بچه‌ها یاد میده و بچه‌ها اصلا شوکه شدن که یعنی چی، ما که همیشه باید نمره بیاریم، پس نمرهمون چی میشه؟ و اینجا این نگرانی اینجوری برطرف میکنه که اوکی نمرتون با من نمره کامل رو میدم، شما فقط اشتباه کنید. و یه جای دیگه در فیلمم، حالا برمیگردیم بهش توضیح میدم، که خودش هم میگه این مسیر رو با اشتباه پیش اومده که به اینجا رسیده.
این مسئله خیلی مهمه. یکم اینجا خودتون شما فکر کنین به خودتون که چقدر من به خودم اجازه میدم اشتباه کنم و اگر اجازه نمیدم اشتباه کنم کی اولینو توی مخ من فرو کرد که اشتباه نکن، باید عالی باشی، باید خوب باشی. بریم این فیلم نگاه بکنیم. آخه من اصلا میز لازم ندارم. باید میز داشته باشین. هر معلمی یه میز میخواد. مگه قانونی داریم که هر معلم باید یه میز داشته باشه؟ قانون کلمه‌ای که از بچگی اومدن توی ذهن ما کردن و ما رو از کودکیمون دور کردن. حالا این آقا معلم داره چی کار میکنه؟ فقط و فقط هر کاری میکنه با اطرافیانش، با بچه ها، مدل تربیتیش یک سوال ساده است: چرا باید اینجوری باشه؟ چرا باید میز داشته باشم؟ چرا باید این کارو بکنم؟ چرا نباید اون کارو بکنم؟ اصلا چرا باید امتحان بدیم؟ نمیخوایم امتحان بدیم. و همش بچه ها رو درگیر کنجکاوی کرد، درگیر بالا آوردن اون کودک کنجکاوشون. شما میدونید که ما انواع اقسام کودک های سالم و انواع اقسام کودک های بیمار داریم. کودک بیماری که الان توی این فیلم داره راجبش صحبت میشه کودک مطیعه. بله چشم، هرچی شما بگین درس بخون، قانونا رو رعایت بکن، تکون نخور، دست به سینه بشین، ساکت باش، چیزی که توی مدرسه ها یاد میدن. حالا الان نمیدونم ولی اون موقع یاد میدادن خیلی زیاد. و چیزی که آقا معلم داره بالا میاره توی بچه ها و یه مقدار با مقاومت محیط روبرو شده، کودک کنجکاوه که یکی از سالمترین کودک هاست و داره سعی میکنه بچه ها رو که تازه سنی ازشون نگذشته ولی خب از کودکیشون فرسنگ ها دور شدن برگردونه به اون حالت کنجکاوی و اعتقاد داره که اگر این کنجکاوی برگرده، بچه ها و کلن آدمیزاد، انسان، حقیقت و علم و دانش رو درون خودش میتونه پیدا بکنه و وقتی تونست پیدا بکنه میتونه با اون مطالعه هایی که جانبیه و اکسپریمنت ها، آزمایش ها، میتونه قشنگ اینو بپرورونه و خودش برای خودش معلمی بشه. به قولی اگر ما بیایم و ماهی رو با اون تستی که مثلا سنجاب یا حالا خرگوش یا کلاغ ازش میگیریم بسنجیم که اون مثلا میتونه پرواز کنه، اون میتونه از درخت بالا بره، اون میتونه مثلا خاک رو بکنه، لونه بسازه، خب هر کدومشون به نسبت به یکی دیگه خنگن و کدوم یکی از اینا معیار استعداد و تیزهوشی هستن؟ و این خیلی سوال مهمیه. چیزی میخوای دخترم؟ کتاب درباره فلسفه داری؟ فلسفه؟ یا فیلسوفا؟ فیلسوفا؟ منظورم جان استوارت میله. چی؟ جان استوارت اینو مال درسای دانشگاهیه. برای چی باید این چیزا رو بخونی، اونم تو کلاس شیشم؟ اینجا کتابدار داره همون دیکته‌ای که بهش شده و میدونه درسته قانونها رو میکنه تو مغز این بچه کوچولو و میگه که داره قانون رو بهش میگه تو قرار نیست چیزی که میخوای یا هستی باشی، قراره چیزی که ما بهت میگیم باشی. و اگر ما این قانون رو گذاشتیم یا عرف رو گذاشتیم که تو کتاب فلسفه رو توی دانشگاه بخونی و الان توی این سن نخونی، تو اون سن بخونی، پس تو باید دقیقاً طبق همون ریتم حرکت بکنی. یعنی الان بری وقتتو تلف کنی، بچه بازی کنی، هزار تا چیزی که بی خوده انجام بدی یا اصلا سرنوشتت عوض بشه. حالا اگر به دانشگاه رسیدی میتونی اون رو بخونی. این اجازه ها یا این قوانینی که هیچ جام نوشته نشده ها، ولی همینطوری دارن به خورد ما میکنن و ما رو از اصل خودمون دور کردن و دور میکنن و همینجوری داره پیش میره. این دیگه خیلی بدیهی بود. فکر کنم خیلیاتونم شبیه این رو تو ذهنتون داشته باشین از این تجربه ها که نمیگم الزامن، حالا بعضی کارا خطرناکه واقعا توی سن خاصی نباید انجام داد، ولی حالا که بخونه یا بعضی از آزمایش‌ها چه خطری داره که اون انجام بده و ما اجازه نمیدیم، پدر مادر اجازه نمیدن، سیستم آموزشی اجازه نمیده. و اینجاست که تی ای میاد میگه آقا جان، یک سری مهارها و یک سری سائق‌ها درون تو به وجود میان از در کودکی، تو همون سالهای اولیه، سن اولیه، یعنی همون 6-7 سال، که تا 60-70 سال میمونن و بدبختت میکنن و اینا رو بیا برو کشف کن، چون که اینا بالاخره اومدن درون تو و تو اینی نیستی که الان هستی، تو یه چیز دیگه بودی. یه سری دروغ به تو گفته شد، مثل دروغی که این خانم گفت به این بچه، این مال سن تو نیست، باید بری دانشگاه بخونی، الان نمیخواد بخونی، این یه دروغه.
و از این دروغا خیلی به ما گفتن، اینکه تو خنگی، اینکه رؤیا مثل پدر یکی از بچه‌ها رؤیا بافی نکن، ما نمیتونیم به اون جاها دست پیدا کنیم. یعنی اصلا نمیذاره تست کنه بچه. حالا تست کنه شاید شکست بخوره، نه من برای مراقبت از تو نمیذارم که تو حتی تست بکنی، چون اگه شکست بخوری ناراحت میشی، اگه ناراحت بشی دپرس بشی، چون من تو رو دوست دارم. و اینا همه باعث میشه که یک سری تصورات تو ذهن بچه ها به وجود بیاد و این تصورات اونها رو از رؤیای رسیدن به رؤیاشون دور بکنه و این معلم دقیقاً داشت با اون تلاشی که میکرد اینها رو پاره می‌کرد. شما این همه چیز از کجا میدونی؟ اگر یه بار گفتم ما از اشتباهاتمون درس میگیریم. خب من اشتباه زیاد داشتم. خب من این قسمت هم گذاشتم چون خیلی دوست داشتم توی این فیلم و فکر میکنم نتیجه گیری و نقطه عطف فیلم از دید من این باشه. اون قسمت هایی که برای من توی این فیلم الهام بخش بود و براتون گفتم، همش قشنگه، همش جذاب، کلی نکته داره، ولی خب من اصلیاشو گفتم و دعوتتون میکنم حتما برید و یه مقدار حالا اطلاعاتتون رو راجع به تئوری تی ای بالا ببرید، بخونید، شرکت کنید توی ورکشاپاش و ببینید چه کلاهی سرتون رفته و روش کار بکنید، تحت نظر درمانگر روش کار بکنید و خودتون رو بیرون بکشید از اون باکسی که دنیا گذشته‌تون حالا هرچی براتون درست کرد. خوشحالم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین. اگر از این قبیل پست ها و ویدیوها خوشتون میاد لطفاً من رو سابسکرایب کنین و لایک کنین. زنگوله کنارش هم فشار بدین که اگر پست جدید براتون گذاشتم بهتون نشون بده و سریع ببینید. ممنونم از حضورتون. تا ویدیو بعدی، فعلا خدا نگهدار.